سلام بینندگان عزیز. این لحظه میخوام قصه دو ماهیگیر را به شما نقل کرده باشم و فکر میکنم که ماهیت این قصه خیلی هم به حیات یکی ما ربط دارد و فکر میکنم که پس از آنی که شما این قصه را میشنوید حتما یک مرتبه فکر میکنید که تو کدام اندازه آن به حیات واقعی خود شما علاقمند است. پس متوجه باشید. دو نفر ماهیگیر بودند. آنها همیشه در ساحل کول، دریا و بانبور با ماهیداری با ماهیگیری مشغول میشدند. آنها همیشه می آمدند و توری خود را به دریا میافکندند و منتظر میشدند که به تورشان ماهی بیفتد. ماهیگیری یکمی که خیلی هم با تجربه بود، همیشه هر گونه ماهی که به تورش میافتاد اون میگرفت و در یک سطل که در اون آبی خنک بود، آبی سرد بود، میگذاشت تو ماهی ها همین تازه بمانند. ماهیگیری دیگر باشد، عادتا هرگاهی که به تورش ماهی بزرگتری میافتید اونا برمیگردانید به دریا و همیشه این عمل را تکرار میکرد. وقتی که به تورش ماهی میافتید ماهی رو میگرفت و قدش، اندازش و دیگر پهلوهای ماهی رو میدید. وقتی که میدید ماهی بزرگتر است اونا به دریا برمیگردانید. یک مرتبه، دو مرتبه، 5 مرتبه، 10 مرتبه، 20 مرتبه همیشه این عمل رو تکرار میکرد و رفیقش هم خیلی در حیرت بود که برای چی این ماهیگیر چنین رفتار میکند. و روزی ازش پرسید که برای چی تو این گونه میکنی؟ برای چی ماهیهای بزرگ رو برمیگردانی به دریا؟ اون ماهیگیر باشد ظرف ماهیگیری خود را گرفت و به رفیقش نشان داده گفت ببین، ظرف ماهیگیری من خرد است، اندازه اون ماهی نیست، گنجایش اون ماهی نیست و برای همین من اون ماهی‌هایی که بزرگ هستند برمیگردانم به دریا. فکر میکنم که شما درک کردید که ماهیت این قصه، ماهیت این نقل در چی است. این اتفاقی است که در حیات یکی ما رخ میدهد. ما خیلی از ماهی‌های بزرگ را همین گونه رها میکنیم، همین گونه از آنها روی میگردانیم. شانس ها، امکانیت ها و موفقیت های زیادی روی ما میآید، ولیکن ما همین گونه از آنها میگذریم و هرگاه ما در برابر اون امکانیت هایی که روی ما میآیند بعض ظرف و ظرفیتی کمی خودشو نگاه میکنیم و میبینیم که در خوری ما نیست، ما از آن دست میکشیم. ولیکن یک مرتبه ما حاضر نیستیم که جای دست کشیدن از آن شانس، جای دست کشیدن از آن امکانیت، ظرف و ظرفیت خود را وسعت بخشه. حتی یک بار هم ما کوشش نمیکنیم که اون ظرفیت رو با اون شانس یا با اون امکانات برابر کنیم، زیرا که خداوند الله فرصت و امکانات رو برای کسی نمیفرستد در صورتی که بداند اون نفر لیاقت وسعت ظرفیت و استفاده اون امکانات رو دارد.